سلام، به کانال من خوش اومدید. امروز میخوایم فیلم مگان رو که توی سال 2022 منتشر شده رو با هم ببینیم. فیلم شروع میشه و اول فیلم میفهمیم که توی آینده اسباب بازی‌های رباتیک وجود دارن و این اسباب بازی‌ها بسیار پیشرفته هستن. اونا میتونن با بچه‌ها دوست بشن. اونا این توانایی رو دارن که حالتهای مختلف بچه‌ها رو درک کنن و مثل یه دوست انسانی رفتار کنن. این ویژگی‌ها باعث میشه که هر بچه یکی از این ربات‌ها رو بخواد. اینجا یه دختر به اسم کیتی رو میبینیم که همراه ربات اسباب بازیش داخل ماشین نشسته. کیتی اسباب بازی رباتیکش رو از هر انسان دیگه‌ای که کنارشه بیشتر دوست داره. ما پدر و مادر کیتی رو میبینیم که صندلی جلو نشستن و کیتی هم صندلی عقب نشسته و کمربندش هم بسته و پدرش هم در حال رانندگی داخل اتوبانه. پدر و مادر کیتی شروع به جر و بحث با هم میکنن در حالی که حواس پدر کیتی پرت میشه. اونا یه تصادف خیلی بدی میکنن و متاسفانه کیتی پدر و مادرش را توی این تصادف از دست میده. ولی از اونجایی که کیتی صندلی عقب نشسته بود جون سالم به در میبره و زنده میمونه. صحنه عوض میشه و یه دختر به اسم جما رو میبینیم. جما برای یه شرکت فناوری کار میکنه و این شرکت فناوری اخیراً پیشرفت‌های زیادی کرده. اونا در حال حاضر روی یه پروژه جدیدی به اسم مگان کار میکنن. اونا طراحی کلی مگان رو تموم میکنن ولی این موضوع رو از رئیسشون مخفی نگه میدارن چون فکر میکنن پروژه کاملا آماده نیست و هنوز جای پیشرفت داره چون اونا قصد دارن توی این پروژه بهتره کنن. مگان رباتیه که قراره با بچه‌ها بازی کنه، احساسات اونا رو درک کنه و حتی از اونها مراقبت کنه. اونا بهش ورژن 3 اندروید انسان نما میگن. این پروژه یه ربات انسان نما با اندازه واقعیه که با هوش مصنوعی طراحی شده تا بهترین همراه و دوست برای هر کودکی باشه. همینطور که اونا مشغول کار بودن ناگهان رئیس بیادبشون به اسم دیوید وارد آزمایشگاه میشه و میبینه که اونا روی ربات جدید کار میکنن. در نهایت رئیسشون همه چیزو میفهمه و شدیداً از دستشون عصبانی میشه و جما رو سرزنش میکنه که چرا یه پروژه به این مهمی رو ازش مخفی کرده. جما سعی میکنه رئیسش رو آروم کنه و بهش میگه که وقتی این پروژه با موفقیت تموم بشه قراره مثل یه بمب توی شهر صدا کنه و عروسک‌های دیگه هیچ شانسی جلوی مگان ندارن. بعدش جما از مگان میخواد که به رئیسش سلام کنه اما وقتی مگان سعی میکنه صحبت کنه نمیتونه چون هنوز کامل آماده نیست. جما ادامه میده و یه دستور دیگه به مگان میده ولی این بار مگان قاطی میکنه و کل ربات منفجر میشه. این اتفاق برای جما بدشانسی میاره. الان دیگه رئیسشون عصبانی تر شده و به جما میگه که دیگه حق نداره روی پروژه بیفایده‌ای مثل این کار کنه و باید تمرکزش رو روی کارهایی که شرکت ازش میخواد بذاره. جما بعد از این اتفاق حالش شدیداً گرفته بود تا حدی که دیگه نمیتونه کار کنه و تصمیم میگیره اونجا رو ترک کنه. موقعی که جما میخواسته اونجا رو ترک کنه یه تماس اضطراری دریافت میکنه و ماجرای تصادف خواهرش رو میفهمه و خیلی شوکه میشه. این وسط اینم بگم که جما خاله کیتیه. جما بلافاصله میره بیمارستان پیش خواهرزادش و میبینه که توی وضعیت وخیمیه. جما الان بیشتر وقتش رو با کیتی میگذرونه تا هم حال جسمیش خوب بشه و هم بتونه از آسیب روحی که بهش وارد شده رد بشه. کیتی در عرض چند هفته خوب میشه و جما هم اونو با وجود اینکه هنوز پدر بزرگ و مادر بزرگش زنده است میبره پیش خودش و کیتی رو به سرپرستی قبول میکنه. کیتی به محض ورودش به خونه جما میبینه که خونه جما پر از ربات‌های مختلفه. کیتی از جو خونه خالش خوشش نمیاد و به نظر میرسه که یکم از این ربات‌ها ترسیده. جما کیتی رو میبره به اتاقش و بهش میگه که از الان این اتاق مال اونه و فکر کنه خونه خودشه و راحت باشه چون دیگه از این به بعد قراره با هم زندگی کنن. جما بهش میگه که هر کاری میکنه تا توی خونه جدیدش راحت باشه. با این حال از اونجایی که جما بچه نداره بلد نیست چطوری با بچه ها رفتار کنه و این باعث شده جما استرس بگیره. به همین خاطر یه فکری به سرش میزنه. صبح روز بعد زنی به اسم لیدیا رو میبینیم و متوجه میشیم که یه روانشناسه. جما با لیدیا تماس گرفته که بیاد و با کیتی حرف بزنه تا ببینه وضعیت روحی کیتی در چه وضعیتیه. وقتی کار لیدیا تموم میشه و از خونه میاد بیرون به جما میگه که همه این ربات هایی که داخل خونه هستن باعث میشه کیتی کمی وحشت کنه و استرس بگیره ولی جما با نظر لیدیا موافق نیست و بهش میگه که حاضر هر کاری بکنه تا حال کیتی خوب بشه و خوشحال باشه. اما کیتی اکثر اوقات رو داخل اتاقش میگذرونه و حوصله حرف زدن با کسی رو نداره.
یه روز وقتی جما داخل کارگاهش داشته کار میکرده، کیتی میاد اونجا و ازش میپرسه که کارش چیه. جما هم بهش میگه که کارش طراحی و ساخت ربات‌های اسباب بازیه. الان کیتی کنجکاو شده و متوجه میشه که ایول، خالش چقدر آدم باحالیه. الان کیتی به کار جما علاقه نشون میده. جما هم از فرصت استفاده میکنه و تمام اسباب بازیایی که ساخته و یا طراحی کرده رو بهش نشون میده. جما یه ربات به اسم بروس رو که توی دوران دانشجوییش ساخته رو بهش نشون میده. جما به کیتی میگه که بروس ویژگی‌های خاص خودشو داره و کیتی هم میگه که اگه اسباب بازی به خفنی بروس داشت، دیگه هیچ وقت دوست دیگه‌ای لازم نداشت. جما از چیزی که کیتی میگه خوشش میاد و این ماجرا باعث میشه که یخ بینشون یکم آب بشه و با هم صمیمی بشن. جما وقتی میبینه کیتی این حرفا رو میزنه، انگیزه میگیره و تصمیم میگیره دوباره روی پروژه مگان کار کنه و هر طوری که شده تمومش کنه. جما الان تصمیمش رو گرفته، پس راهی آزمایشگاه میشه و همکاراش رو هم خبر میکنه. اونا تمام قسمت هایی که توی آزمایش قبلی منفجر شده بود رو دوباره تهیه میکنن و روش کار میکنن. بعد از چند روز پروژه تموم میشه و این بار خود جما رئیسش رو خبر میکنه و بهش میگه که میخواد از پروژه جدیدش رونمایی کنه. جما کیتی رو با مگان رو میکنه. وقتی کیتی مگان رو رمز میکنه، مگان واکنش نشون میده. مگان وقتی سرش رو بالا میاره، رباتی رو میبینیم که کاملا شبیه دختر بچه است. کیتی و مگان شروع به حرف زدن با هم دیگه میکنن و با هم ارتباط میگیرن. اول کار کیتی کمی میترسه، ولی بعدش که جما به مگان دستور میده یه نقاشی از کیتی بکشه، همه چیز اوکی میشه. دیوید نمیدونه چی بگه و از قابلیت‌های مگان شگفت زده شده. این بار دیوید به جما میگه که کارش عالی بوده و بهش میگه که قصد داره این ربات رو هر چه سریعتر به تولید انبوه برسونه. اون شب جما مگان رو با خودش به خونه میاره. جما فکر میکنه که شاید مگان همون دوستی باشه که کیتی بهش نیاز داره. الان دیگه مگان شروع به ذخیره تمام اطلاعات کیتی مثل حالات چهرهش میکنه تا بتونه احساسات کیتی رو تشخیص بده. کیتی به مگان کاملا وابسته شده و همیشه با هم وقت میگذرونن و همه کاراشون رو با هم انجام میدن تا حدی که با هم میخوابن و بیدار میشن. جما هم از اینکه کیتی دیگه تنها نیست و یکی رو داره که باهاش وقت بگذرونه خوشحاله و همچنین جما الان وقت آزاد داره که به کارهای خودش هم برسه. یه روز وقتی که جما قصد داشته مگان رو آپدیت کنه و چند تا ویژگی بهش اضافه کنه، مگان شروع به حرف زدن میکنه و این باعث حواس پرتی جما میشه. جما به مگان میگه که ساکت باشه و خودش رو خاموش کنه، ولی مگان شروع به بددهنی میکنه و بهش میگه که کیتی رئیسشه و از کس دیگه‌ای دستور نمیگیره. به همین خاطر جما یه برنامه دیگری رو روش نصب میکنه و موفق میشه اونو خاموش کنه. صبح روز بعد مگان رو میبینیم که کنار پنجره وایساده و خورشید رو نگاه میکنه و از خودش میپرسه که هدفش از اومدن به این دنیا چیه و مگان شروع به پرسیدن سوالاتی از خودش میکنه. بازم از خودش میپرسه که هدف وجودش چیه. مگان توی ذهنش میگه شاید هدف وجودش محافظت از کیتیه. توی ادامه میبینیم که مگان شروع به بروز بعضی احساسات میکنه. شاید این احساسات کمی عجیب به نظر برسه، ولی مگان جوری طراحی شده که خودش رو آپگرید کنه. مگان این کار رو میکنه و خودش رو مسئول محافظت از کیتی جلوی هر گونه خطری میدونه. یه روز که کیتی توی حیاط داشته بازی میکرده، همسایه‌شون سلیا و سگش هم اونجا بودن. مگان وقتی میخواسته اسباب بازی کیتی رو از حیاط به همسایه برداره، سگش بهش حمله میکنه و سعی میکنه مگان رو بکشه داخل. وقتی کیتی سعی میکنه مگان رو نجات بده، سگ دست کیتی رو گاز میگیره. درست تو این لحظه جما سر میرسه و ماجرا رو میبینه. جما از دست صاحب سگ عصبانی میشه و بهش میگه که از این به بعد بیشتر مراقب سگش باشه. وسط جر و بحث اونا ما مگان رو میبینیم که به طور غیر عادی و ترسناکی به سیلیا زل زده و نگاش میکنه. مگان به سیلیا میگه که به زودی قرار تابان این کارش رو پس بده. درست شب همون روز وقتی که همه خوابیدن، مگان از خواب بیدار میشه و یواشکی وارد خونه همسایه میشه و به طرز وحشیانه ای سگش رو میکشه و جسدش رو مخفی میکنه تا کسی متوجه کشته شدنش نشه و قبل اینکه کسی متوجه بشه بی سر و صدا برمیگرده خونه. صبح روز بعد وقتی سیلیا بیدار میشه و متوجه میشه که سگش نیست، شروع به گشتن دنبال سگش میکنه و وقتی سگش رو با صدای بلند توی کوچه صدا میکنه، جما از خواب بیدار میشه و متوجه موضوع میشه، ولی توجهی بهش نمیکنه. امروز یه روز بزرگ برای جماست، چون قرار امروز اختراعش رو معرفی عمومی بکنه و تمام قابلیت‌های مگان رو به نمایش بذاره.
از اونجایی که کیتی کسیه که مگان رو بهتر از هر کسی میشناسه، پس قرار مگان رو اون تست کنه. آزمایش شروع میشه. کیتی به مگان میگه که پدر و مادرش رو توی یه تصادف از دست داده و این باعث میشه غمگین باشه. مگان احساسات کیتی رو شناسایی میکنه و براش یه آهنگ میخونه تا کیتی رو بخندونه و توی این کار هم موفق میشه. همه سرمایه گذارانی که اونجان با دیدن رفتار مگان شوکه میشن و میبینن که مگان دقیقا مثل یه انسان رفتار میکنه. توی صحنه بعدی یکی از همکارای جما رو میبینیم که سعی داره کدهای مگان رو بدزده تا بعداً ازش استفاده کنه. با گذشت زمان جما کم کم نگران دلبستگی کیتی به مگان میشه، چون دیگه کیتی تمایلی به ارتباط با آدمای دیگه‌ای نشون نمیده. اینجاست که لیدیا میاد و با کیتی حرف میزنه و موقع رفتنش به جما میگه که کیتی نیاز داره با آدمهای بیشتری معاشرت کنه. به همین خاطر جما تصمیم میگیره اونا رو به یک کمپ ببره. توی کمپ جما به پسر بچه میگه که با کیتی بازی کنه، ولی پسره در عوض کیتی رو اذیت میکنه. مگان همه این اتفاقات رو میبینه و متوجه این موضوع میشه. در نهایت وقتی پسره کیتی رو توی جنگل داشته اذیت میکرده، مگان سر میرسه و پسره از کیتی میپرسه که این چیه و کیتی بهش میگه که مگان یه نوع رباته. پسره میره و مگان رو میزنه زمین و شروع به کتک زدن مگان میکنه. مگان واکنش نشون میده و گوش پسره رو به شدت میکشه و توی جنگل میفته دنبال پسره تا اونو بگیره. در نهایت پسره از لبه یک کوه میفته پایین و با یه ماشین تصادف میکنه. جما این صحنه رو میبینه و نگران میشه و به همین خاطر خیلی سریع برمیگرده خونه. فردای اون روز یه پلیس میاد در خونه‌شون و از جما میپرسه که آیا سگ همسایه رو دیده یا نه. جما به پلیس میگه که کلا دوست نداره با همسایه‌اش حرف بزنه و هیچ علاقه‌ای هم به سگش نداره. ولی سیلیا جما رو مقصر گم شدن سگش میدونه، ولی از اونجایی که هیچ مدرکی نداره پلیس هم نمیتونه کاری بکنه. اینجاست که مگان احساس میکنه که سیلیا یه تهدیده براشون، پس اونو زیر نظر میگیره. اون شب وقتی همه خوابیدن، مگان مخفیانه وارد خونه سیلیا میشه و قبل اینکه سیلیا رو با تفنگ میخکوب بکشه با اسپری حشره‌کش مسمومش میکنه. جما به مگان شک میکنه و به همون خاطر میره سراغ دوربین ضبط وقایع مگان، ولی میبینه که بعضی از فیلم‌ها پاک شده. جما مگان رو خاموش میکنه و اونو میبره به آزمایشگاهش تا با کمک همکاراش مشکل مگان رو حل کنن. این اتفاق باعث میشه کیتی ریاکشن شدیدی از خودش نشون بده تا حدی که یه چک به جما میزنه. جما سعی میکنه از کیتی به خاطر همه کمبودهایی که به عنوان یه سرپرست داره معذرت خواهی کنه و به کیتی میگه که مگان یه عامل حواس پرتی و باید با غم از دست دادن پدر و مادرش کنار بیاد. از این طرف تبلیغ ربات مگان توی کل کشور میترکونه و به سرعت معروف میشه و همه منتظرن که به زودی به بازار بیاد. جما و همکاراش به خاطر تمایل خشونت‌آمیز مگان و غیر قابل کنترل بودنش تصمیم میگیرن که نابودش کنن. تس و کل سعی میکنن مگان رو خاموش کنن و جما هم کیتی رو میبره خونه، ولی ناگهان مگان روشن میشه و با استفاده از یه زنجیر کول رو آویزون میکنه. تس خیلی سریع کول رو نجات میده، ولی مگان باعث یه انفجار توی آزمایشگاه میشه و خودش هم سریع آلارم آتش سوزی رو خاموش میکنه. مگان توی راه خروجش از ساختمان دیوید و دستیارش رو با چاقو میکشه و صحنه رو جوری بازسازی میکنه که یه خودکشی به نظر برسه. بعدش یه ماشین میدوزه و مستقیم باهاش برمیگرده خونه جما. مگان با جما روبرو میشه و باهاش در مورد کیتی حرف میزنه و میگه که کیتی فقط مال اونه. جما از حرفای مگان وحشت زده میشه و سعی میکنه مگان رو خاموش کنه، ولی مگان بهش غلبه میکنه و گلوی جما رو میگیره و تهدیدش میکنه که سرش رو از تنش جدا میکنه. دقیقا توی این لحظه کیتی سر میرسه و همه حرفای مگان رو میشنوه و وحشت میکنه. کیتی با استفاده از بروس مگان رو میگیره و از وسط دو نصف میکنه، ولی این کار باعث نمیشه که مگان از کار بیفته. مگان کیتی رو میگیره و میخواد به خاطر خیانتی که بهش کرده اونو مجازات کنه، اما جما سر میرسه و همه قطعات صورت مگان رو میکنه که به مغزش برسه. کیتی هم میاد کمک جما و با یه پیچ گوشتی به مغزش آسیب میزنه. ظاهرا مگان از کار میافته و میمیره. جما و کیتی میرن بیرون خونه و توی این لحظه پلیس به همراه همکارای جما سر میرسه. وقتی جما و کیتی داشتن از خونه میومدن بیرون، یه دوربین خود به خود روشن میشه و برمیگرده اونا رو نگاه میکنه. دقیقاً توی این لحظه فیلم تموم میشه. امیدوارم که از دیدن این فیلم لذت برده باشید. برای دیدن فیلم های بیشتر حتما به کانالم سر بزنید. کانالمو یادتون نره سابسکرایب کنید. در ضمن اون لایک و کامنت هم یادتون نره.